اونقدری که تو روزای اول تنهایی هومسیک بودن بهت حمله میکنه، هیچ چیزی بهت حمله نمیکنه. خب بیاین از اینجا شروع کنیم. شما تازه مهاجرت کردین، رسیدین توی ایتالیا. 10 تا موضوع روانشناسی اصلی توی روزای اول مهاجرت ذهنتون رو درگیر میکنن. مورد اول، شوک فرهنگی، چیزایی که ممکنه برای اولین بار توی زندگیت از نظر فرهنگی ببینی. مورد دوم، تنهایی اولیه، اونقدری که تو روزای اول تنهایی هومسیک بودن بهت حمله میکنه، هیچ چیزی بهت حمله نمیکنه. مورد سوم، انتظار موفقیت سریع، زندگی گل بلبل نیست، کسی هم بهت قول نداره راحت باشه، مهاجرت سفرش کرد. مورد چهارم، سم مقایسه با دیگران، اصلا تو این دام نیفتید. مورد پنجم، هر شکستی آخر راه نیست، یه درس باید ازش بگیری. مورد ششم، زبان فقط ارتباط مکالمه‌ای نیست، زبان یعنی یاد گرفتن فرهنگ اون کشور. مورد هفتم، دوستی‌ها دیر شکل میگیرن، ولی اگه شکل بگیرن خیلی عمیق شکل میگیرن، ضربش هم عمیق‌تره. مورد هشتم، هویت تغییر میکنن، باید قوی‌تر بشی و بهتر بشی، سعی نکن بری پایین‌تر. مورد نهم، استرس مالی، مدیریت مالی، این کلید موفقیت توه، باید بتونی قدرت حل مسئله رو بهتر کنی. مورد دهم، مورد آخر، پذیرش کلید تغییره. قرار نیست همونطوری که بودی باشی، قرار نیست همونطوری که هستی بمونی. پس اینو یاد بگیر. برای مهاجرت موفق باید توی هر زمینه پیشرفت کنی. من باشم اینجا ایتالیانا و توی ویدیو یوتیوب هم قراره راجع به همه موضوع مفصل تر صحبت کنیم. میبینم تو.